شما اگر بخواهید در یک کشوری مثل نروژ یک ملک بسازید 12 تا مجوز میخواید، اما در تهران 45 مرحله اداری دارید. فکر میکنید که چرا قیمت تمام شده شما بالاست؟ چون از اون 45 مرحله در 30 مرحلهش باید رشوه بدید. رشوه هم جز قیمت تمام شده است. این قیمت تمام شده ملکه. وقتی میرید شهرداری انگار اون کسی که پشت اون تریبون نشسته مثل شما صاحب ملکه. میگه شما چقدر سود میبری؟ میگه 70%. میگه خب 30%ش که مال منه. چطور میشه قیمت تمام شده ملک در زعفرانی تهران از نیویورک هم بیشتر در میاد؟ به خاطر رشوه. در واقع بخش مهمی از تورم دزدیه. تورم ائتلافی است میان دزدها و بانکها. دو راه دزدی بیشتر وجود نداره. بذارید این جمله رو بگم بعد برم دادگاه. یا ما باید بانک بزنیم یا باید بانک بزنیم. در واقع همین دوتا راه برای دزدی هست.